سلام عرض ادب میکنم خدمت شما. من میخواستم بگم که آیا یک مادر چطور میتونه فرزند 6 سالشه 7 سالشه روا کنه پشت کار خودش. او که این مادری که مثلا فرزند خودشه 6 سالشه 7 سالشه روا کنه، یعنی او ظلمی که با فرزند 6 7 سالش کرده. یعنی این واقعیت است. اینو باید دوستان درک کنیم. یک بچه 6 7 ساله عاطفه میخواد، محبت میخواد، تمام چیز میخواد، ولی پدر مقصر بود، درست؟ ولی مادر مقصر نبود. میتونست اگم اما بچه 6 7 سالش اگم راه کنه، اما رو کتش خودش میفرد که زندگیش چیز نشه، یعنی زندگیش تبانش. این در کل یک واقعیت از زندگیست. چرا میگن مادر باید به فرزندش محبت بده، دلسوزی بده، تمام چیز بده. در جامعه که ما زندگی میکنیم، ما حتی ازدواج ما کنیم و اولاد بیاریم، بازم پدر میشیم، مادر میشیم، یا مثلا باید به فرزند خود مناسب بهش چیز کنیم، محبت بدیم. از خودم میگم، حرف از کلمه ای صحبت، یعنی از خودم میگم. یعنی پدر من مهربان بود، پدر من دلسوز بود، ولی من نمیفهمم که پدر من چرا خودش با رفیقای ناحال گشت.